ساده ممکنه خودشو نشون نده. مثلا مسئله که ما داریم میزنیم ولی مسئله پیچیده نشون میده و میتونه تاثیر بذاره. نه اصلا مدل ذهنیه که ببین مدل ذهنی هست که شما بعد مینویسیش تشریحش میکنی، درسته؟ پس فرضیه دینامیت که تون بالاخره متأثر از مدل ذهنیتونه، چون اون چیزی که تو ذهنتونه مینویسید دیگه. حالا این ذهن شما یه مقدار از ادبیات یه چیزایی گرفته، از خبرگان یه چیزایی شنیده یادداشت کرده، ولی همه رو جمع و جور میکنید مینویسیدش. اون نقطه شروعشه. حالا پس اون مدل تشریحتون رو تبدیل به روابط علت معلولی میکنید. اون میاد خودمون سیکل مدل سازی ما وارد میشه، اصلا وارد میشه. اون گرافه بیرون بود، یعنی هم اثر میذاشت هم میگرفت، یعنی خودش ورود و خروج داشت اون گرافه. خود مدل سازی ریاضی اصلا نبود، یعنی ما میومدیم از مسئله دینامیکی شروع می‌کردیم، در صورتی که سیاست‌گذاری ممکنه عوض بشه که ما بریم منتال مدلمون رو تغییر بدیم. آره، یعنی اونجا هم یه فلشی دو طرفه بود، یعنی از به دایره کلیش وصل شده بود دیگه. حالا وقتی به دایره کلی بیرونی وصل شده بود، به اون وسطه که پروسه مدل سازی بود. حالا وقتی به پروسه مدل سازی وصل میشه، میتونه وقتی روابط علت معلولی رو رسم میکنید مدل ذهنیتون اصلاح بشه، ببینید چیزی کمه. شبیه سازی میکنید مدل ذهنی عوض بشه، هر جاش میتونه تو این پروسه تاثیر بذاره رو مدل ذهنی. ولی الان به هر حال مدل ذهنیتونه که اون ذهنیته که فرضیه رو مینویسه، که این حالا خودش یه ورودی‌های مختلفی داره. این ورودی البته از اینجا هم ممکنه بعدم ورودی بگیره تکمیل بشه. یعنی ممکنه وقتی اینو می‌نویسید میاد ذهنیتتون رو اصلاح می‌کنه، میگه آها یه چیزی کم بوده اینو اضافه کنم. حالا پس ببین این تقاضا قیمت، یا اینجا میتونستم بنویسم قیمت رو عرضه اثر میذاره. برای اینکه اگر قیمت زیاد بشه تولید یه جنسی مغروم به صرفه تر میشه، تعداد بیشتری میرن تولید میکنن، یا اونا که دارن تولیدش میکنن ظرفیتشون رو زیاد میکنن، پس میشه قیمت عرضه رو زیاد میکنه. حالا اگر اینو کنار این بذارم، از یه طرف عرضه قیمت رو تغییر داد، از روی یه طرف این میشه مجموعش این، یه دور بسته. حالا وقتی که تو سیستم چند تا هم عرضه داریم، هم تقاضا داریم، هم قیمت داریم، اون وقت این دوتا یه دایره علت معلولی دیگه ای درست میکنن که میتونم بذارم قیمت عرضه رو اثر میذاره، قیمت زیاد بشه در این جهت، عرضه هم در این جهت زیاد میشه، بعد عرضه رو قیمت اثر میذاره. حالا سه تاشون آمدن تو تصویر، دو تا لوپ به هم وصل شد، لوپ ها یکی یکی نیستن. این میشه. حالا مثالای دیگه میزنم براتون راجع به همین که چطوری اینو چی کنیم، اینا رو نگاه کنیم. یه سری مثالات تو اسلایدها هست، مثالای دیگه هم جدا از اسلایدها میتونیم بذاریم. ببین بله اگه چی بگید؟ آره اون میشه. حالا دایره علت، بذار اینم بگم، دایره علت، پس دایره علت معلولی یه دور بسته است از روابط علت معلولی. حالا دایره های علت معلولی هم دو نوعن، یا دایره علت معلولی منفیه، فیدبک منفیه، یا دایره علت معلولی مثبته که میگیم فیدبک مثبت. خب رینفورس میکنه خودشو. دایره علت معلولی منفی همینه که اگر مثل وقتی که قیمت تقاضا رو کم میکنه، قیمت زیاد بشه، تقاضا وقتی زیاد بشه قیمت رو چکار میکنه؟ بالا میبره. این یه لوپ منفی بهش میگیم. برای اینکه لوپ منفی هم تعریفش اینه یا ویژگیش اینه
که اگر یکی از این عوامل در یه جهت تغییر کنه، مثلا قیمت بخواد زیاد بشه، اون لوپ منفی با تغییرات در اون جهت مخالفت میکنه. برای اینکه این قیمت زیاد میشه، قیمت که زیاد شد تقاضا چی میشه؟ کم میشه. تقاضا که کم شد قیمت رو چیکار میکنه؟ تقاضا که کم شد کم میکنه، در جهت مخالفت میکنه با اینکه این زیاد بشه. یه علت این که قیمت ها نمیتونه همینطوری لجام گسیخته بره بالا همینه. وگرنه هر کسی هر جنسی داره میخواد به بیشترین قیمتی که میتونه بفروشه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه ببره بالا کس نمیخره، در نتیجه کنترل میشه. یه لوپ منفی و یه طوری دیگه هم که تشخیص میدن اینه که تعداد علامت‌های منفی در اونا فرده. مثل اینجا یک علامت منفی داریم، میتونه 3 تا علامت منفی داشته باشه اگه لوپ تعداد متغیراش بیشتر باشه. بعد بعضی از لوپ ها مثبتن. مثلا فرض کنید جمعیت، هر چقدر جمعیت زیادتر باشه اگر ضریب زاد و ولد ثابت باشه، مثلا هر 1000 نفر جمعیت یه تعدادی بچه به دنیا بیارن، این زاد و ولد یا متولدین هر چقدر جمعیت بیشتر باشه این بیشتر میشه. بالاخره توی شهر 10 میلیونی بیشتر از شهر 1 میلیونی بچه به دنیا میاد. حالا زاد و ولد که زیاد باشه جمعیتش کار میکنه؟ زیاد میکنه. این اون چیزیه که شما میگفتی. اینو میگیم لوپ مثبت. تعداد علامت‌های منفیش 0، یعنی زوجه. این لوپ مثبت خاصیتش اینه که یه چیزی در یه جهتی حرکت کنه، لوپ در همون جهت حرکت رو تقویت میکنه. جمعیت زیاد بشه زاد و ولد زیاد میشه، زاد و ولد زیاد بشه جمعیت رو زیاد میکنه. خب حالا این لوپات توی زمینهای مختلفی وجود دارن. مثلا فرض کنید که حالا یه مثالای دیگه هم میزنم براتون، ولی یه مثالی که توی اسلایدها شاید باشه اینه که فرض کنید تحصیل اگر تحصیل زیاد بشه رابطش با فقر فکر میکنید چیه؟ فقیرتر میشه یا غنیتر میشه؟ شوخی اگه بخواید بکنید میگید فقیرتر میشه. بالاخره با یکی درس میخونه وضعش بهتره کسی که درس نخونه دیگه. بقیه چیزا ثابت، نره بازرگانی کنه. خب شما اگر در کل نگاه کنید حرکت توی طبقات اجتماعی رو، خب خیلی از اینایی که تحصیل کردن وضعشون خیلی بهتر شده از وقتی که نمی کردن، یا از فرض کن برادرشون، فامیلشون، کسی دیگه که این کار نمی کرده. پس اگر حالا فرض کنیم اون به طور متوسط تحصیل فقر رو کم میکنه، حالا کسی که فقیر باشه بیشتر میتونه تحصیل کنه یا کسی که امکانات داشته باشه؟ امکانات داشته باشه. پس برای فقر وقتی زیاد بشه تحصیل کم میشه. حالا چند تا چیز منفی داری؟ 2 تا. این یه لوپ مثبته. این لوپ‌های مثبت یا میتونن به صورت ویش سیرکل، یعنی چیزای دایره‌های شوم عمل کنن که این وضع رو بدتر کنن. مثلا یکی فقیره، درس نمیخونه، چون درس نمیخونه فقرش زیادتر میشه، همینطوری تو این لوپ منهدمش میکنه. حالا یه جامعه ای اگر که تحصیل کنه فقرش کم میشه، فقرش که کم کنه تحصیلاتش بیشتر میشه، میفته توی جایی که بالا میبرش. یعنی این دایرهای مثبت در هر دو جهت ممکنه کار کنن، یا دایرهای شوم بشن که زمین میزنن، یا دایرهایی باشن که به طرف بالا حرکت میکنن. ولی اینجا هم یه مثالی از اینه که تعداد چیزاش زوجه. ببینید در این کازال لوپ دیاگرام ها، این چیزی که رو تابلو هست در مورد جمعیته. مثلا اونجایی که ما
عرضه و تقاضا و قیمت رو هم وصل کردیم. حالا جمعیت در دو طرف به زاد و ولد برث ریت و دث ریت وصل شده و اون طرف برث ریتش یه لوپ مثبته که جمعیت زیاد میشه، زاد و ولد برث ریت زیاد میشه، بعد اون خودش جمعیت رو زیاد میکنه، پس یه دور مثبته. اونوری دور منفیه، جمعیت زیاد میشه، مرگ و میر زیاد میشه، مرگ و میر که زیاد شد جمعیت کم میکنه. یعنی دو تا نیرو هست دو طرف، حالا هر کدوم یکی از اینا قوی تر باشه جمعیت زیادتر میشه یا جمعیت ثابت مونه کم میشه جمعیت. اگر اون مرگ و میر نبود قرار بود اون لوپ مثبت فقط کار کنه، چه اتفاقی میافتاد؟ چه اتفاقی؟ دنیا پر جای وایسادن دیگه نبود دیگه، مرتب زیاد میشه نمیشد دیگه. اون مرگ و میر یکم فضا رو باز میکنه که اونایی که تازه به دنیا میان بتونن زندگی کنن. بعد حالا لوپای مثبت و منفی هم یا مثبت منفی میذاریم یا آر برای رینفورسینگ لوپ، رینفورس میکنه خودشو، تقویت میکنه، یا بی برای بالانسینگ یعنی توازن برقرار میکنه، نمیذاره که چیز بشه. در این x و y مثبتن. اگر به طور ریاضی بخوایم به اصطلاح بیان کنیم، مثلا یا مثالای اونجا، مثلا اگزمپلش اینه، در اینجا y انتگرال x ds میشه، یعنی در واقع x مثبت افزایش میده y رو. بهتر بود مینوشت که اینجا dy به dx مثبته، یعنی اگر x دلتا زیاد بشه x y هم منظر دلتا زیاد میشه، این دوتا مثبتن همجهت تغییر میکنن. حالا مثالاش مثلا پروداکت کوالیتی، کیفیت محصول اگر زیاد بشه انتظار داری بقیه چیزا ثابت باشه، مثل قیمتش، مثل دسترس بودنش، مثل چیزهای دیگه. اگر قیمت اگر کوالیتی زیاد بشه انتظار داری فروش زیاد بشه، به شرطی که بقیه چیزا ثابته. یا effort و ریزالت، اگه تلاشی که بکنه در یه جهتی، مثلا تلاش کنه درس بیشتر بخونه، قاعدتا باید نتیجه بیشتری بگیره، بقیه چیزا ثابت، مثل خستگیش، مثل دیوونگیش، مثل هرچی، اینا هم اگه ثابت باشه بیشتر تلاش کنه باید بیشتر نتیجه بگیره. یکی دیگه برث و پاپولیشن رو که گفتیم، مثلا پروداکت پرایس، قیمت محصول زیاد بشه سیلز رو کم میکنه. فراستریشن زیاد بشه، اگر که شما فراستریت بشید یعنی عصبی بشید، درسته، ریزالت کم میشه چون نمیتونید کارتون درست انجام بدید. اگه میخواید کار یکی خراب بشه عصبیش کنید، نمیتونه کار کنه، پس ریزالت کم میشه، بقیه چیزا ثابت. دس پاپولیشن رو کم میکنه. این مثالای از لینک های مثبت و منفی میبینید تو حوزه‌های مختلف هست، از عصبانیت و چیزای روانی، جمعیت مثلا چیز، محصول، قیمت. یه نکته‌ای که باید چیز کنیم اینه که شما نباید کورولیشن رو با کازیشن مخلوط کنید. کورولیشن یعنی همزمانی حرکت دو تا چیز. کازیشن یعنی یه چیزی وقتی تغییر کرد سبب تغییر یه چیز دیگه میشه. اینکه یه چیزی سبب میشه یا همزمانه، برای سبب شدنش باید یه لاجیک و باید یه ماهیتی داشته باشه که سبب بشه. مثلا ببین اون تو تابستونا مصرف بستنی زیاد میشه، نوشته ریت قتل هم زیاد میشه تابستونا. حالا آیا مصرف زیاد بستنی سبب میشه قتل زیاد بشه؟ با شما یه تو ذهنتون یه لینکی برقرار کنید. اگه این چیز داشت شده که بستنی میخوره میره آدم میکشه، نمیشه که. میگه اینا همزمانیه، ولی اگر اوریج تمپرچر یعنی متوسط
درجه حرارت که زیاد میشه، گرم میشه هوا، هم بستنی مردم میخوان بخورن، مصرفش زیاد میشه. حالا هم روانشناسا گفتن تو گرما مردم حوصله‌شون سر میره، از خودشون چی میشن، عصبانی میشن، آدم میکشن. یعنی اقدام میکنن. آره، یعنی به هر حال اون که بستنی میخوره آدم میکشه، نمیتونی یه منطقی درستی براش ارائه بدی. ممکنه همزمان باشه، باید بری چیز دیگه ای رو پیدا کنی. حالا این که درجات اوریجش زیاد میشه، مردم از گرما زده که میشن یا گرمشون که میشه بی‌حوصله میشن، عصبانی میشن، بعد ممکنه یه کار عجیب غریب بکنن. این حالا دیگه بحث روانی که روانشناسا بدونید چی میگن. حالا اینم که همون لوپ پولاریتیه که گفتم که لوپ ها مثبت و منفی هن. مثلا شما فرض کن یه مثال دیگه است اینجا توی چیز، یه مثال دیگه است از کارهای توی در مدیریت یا کسب و کار. ببین اگر کاستومر بیس، یعنی شما یه محصولی اگه داشته باشی، این محصول وقتی که فروش میره یه کاستومر بیسی درست میکنه، یعنی یه تعدادی آدمایی که اون محصول رو خریدن، میشه کاستومر بیس شما. اگر محصول خوب و مناسب باشه، کاستومر بیس که زیاد میشه، این نوشته sales from word of mouth، یعنی فروش از این که مردم به هم میگن. هرچی آدمایی که محصول رو دارن بیشتر باشه، آدمای بیشتری راجبش حرف میزنن با بقیه. در نتیجه همین که بقیه از طرف حرف زدن اونایی که قبلا خریدن مطلع میشن، فروشتون بازم چی میشه؟ بیشتر میشه. یعنی یه لوپ مثبته که فروش رو میتونه زیاد کنه توی سری محصولات که مردم میخرن، بعد به هم میگن، بعد اونا که به هم میگن بقیه هم میرن میخرن. خیلی از رشدها اینطوری اتفاق میفته وقتی یه محصول جدید خوبی میاد که دست هم دیگه میبینن و از هم تعریف میکنن. از اون طرف اگر کاستومر بیس که زیاد هست، کاستومر لاس ریت، یه دشون ممکنه پشیمون بشن دیگه نخرن، بعد کاستومر بیس رو کم میکنه. یعنی همزمان دو تا لوپه، این میشه رینفورسینگ، این میشه بالانسینگ. اگه کسی که خرید بعد دیگه از دست رفت اون رو نخره، بره چیز دیگه بخره، اون میشه کاستومر لاس ریت که کم میکنه. تو کتابتون که بخونید، کتاب انگلیسی رو، ضمناً دو تا کتاب فارسی هم نوشتن، کتاب فارسی هم یواشاش در میاد اینجا. یکی سیستم داینامیکس هست، سازمان صنایع هوایی نوشته آقای منطقی و آقای سریزدی و آقای مهرجردی، و یکی هم آموزش نرم افزار ونسیم که من توی جلسه خواهم گفت، اونم اینجا توی این کتاب هست به اضافه چیز دیگه. اینا رو فکر کنم توی اون کتاب فروشی دانشکده مدیریت احتمالاً بذارن که کسی خواست بتونه بخره. توی کتاب انگلیسی که میخونید، هر فصلی که میخونید یه سری چالش براتون میذاره. مثلا فرض کن مثل این که از شما میخواد که اینو به عنوان تمرین در حین درس، در حین کتاب انجام بدید. مثلا میگه پروداکت اترکتیونس، جذابیت محصول. بعد میگه این جذابیت محصول چه چیزایی محصول رو ممکنه جذاب کنه؟ میگه کوالیتیش هست اون بالا، پرایس قیمتش هست، دلیوری دیلی مدت تحویلش هست که چقدر وقتی خریدی تحویل میده، و فانکشنالیتیش چه کارهایی میاد ازش. حالا میگه سر هر کدوم از اینا این لینک ها رو مثبت و منفیش رو تعیین کنید که خب کار آسونیه. مثلا کوالیتی هرچی بیشتر باشه، بقیه چیزا ثابت، بالاخره اترکتیو تره، جذاب تره محصول، پس مثبت علامتش. پرایس هرچی بیشتر باشه اترکتیو تره، ولی نمیشه خریدش، کمتر باید بکنه چیزو. هر چقدر که دلیوری دیلی، مدت تحویل هر چقدر چیز باشه، هر چقدر که مدت تحویل طولانی تر باشه، شما نمیخواید چیزی الان بخرید 2 سال بعد تحویل بدن، نمیخری اصلا. فانکشنالیتی، کارهایی که بتونه بکنه هرچی بیشتر باشه اترکتیو تره.
یعنی این چالنج‌ها رو تو کتاب انگلیسی اگه نگاه کنید بد نیست که تمرین کنید برای اینکه نقاطیه که چیز میکنه. بله جنس میگه که ببین، میگه که قیمت بعضی وقتا سبب میشه جذابیت بیشتر بشه. خب آیا اگر بعضی وقتا اینطوری دقیق راجبش فکر کنیم چطوری چه چیزی هست که وقتی قیمت، چه حالتایی هست که وقتی قیمت زیاد بشه جنس جذابتر میشه؟ پس یه عامل دیگه غیر از قیمت داره میاد، یا مثل اون سکه میشه فکر میکنیم انتظار داریم که این قیمتش بالاتر بره، پس ما میریم به خاطر اینکه قیمتش داره میره بالاتر میخریم که ارزش پولمون حفظ کنیم. یا عامل دیگه غیر از قیمت داره مطرح میشه. یا وقتی قیمتش بالا میره فکر میکنیم که پرستیژ این مثلا بالاتر میره، چون پرستیژ بالا میره اترکتیو تر میشه، یعنی از طریق یه عامل دیگه‌ایه که داره تاثیر میذاره. باید نگاه کنی ببینی که دقیق فکر کنی ببینی چه چیزیه که سبب اون میشه. ممکنه قیمت غیر مستقیم اون کارو بکنه، یعنی قیمت از یه طرف ممکنه خودش مستقیم اثر بذاره، از یه طرف قیمت میره روی تصور از پرستیژ و بعد اون پرستیژ رو تقاضا اثر میذاره. این ببین وقتی سیستماتیک شما فکر میکنید، وقتی بخواید یه کمی فکرتون رو تمیز میکنه، فکرتون رو چیز میکنه، خلاصه یه کمی منظم میکنه که دقیق‌تر فکر کنید، فرصتون میکنه، مجبورتون میکنه که یه کمی دقت فکریتون بیشتر بشه. مثلا که قیمت زیاد میشه چرا یه تقاضاش بیشتر میشه؟ میتونم بگم چون قیمت زیاد شد تقاضا بیشتر شد. این که با عقل از یه طرف جور در نمیاد، از یه طرف میبینمش. پس چیه داستان؟ وقت من باید فکر کنم، بشکافمش، ببینم دلیلش میتونه چیزای دیگه باشه که بعد دید منو عمیق‌تر میکنه نسبت به ماجرایی که دارم میبینم. بله آره. خب چرا آقا میگه هر چقدر گرون میشه تقاضا بیشتر میشه در ایران که از آسمان به طور خاصی نیفتاده زمین مثل باشه. ببین چرا گرون میشه تقاضا بیشتر میشه؟ برای اینکه از اون طرف هم نقدینگی زیادتر میشه، پول دست مردم بیشتر میشه. خب اگه پول دست مردم ثابت باشه، درآمدها ثابت باشه، نمیتونه وقتی گرونتر شد بیشتر بخره. شما مثلا فرض کن، یعنی علتش اونه. باز وقت ببین اینجا وقتی که اینطوری داری فکر میکنی باید تو ذهن سوال کنی که چه چیزیه که قیمت زیاد شده تقاضا هم بیشتر شده. شما چون اگر تقاضا رو بخوای بگیری اون وقت باید اینطوری فکر کنی، تقاضا اونجا شما ممکن نبینید. تقاضا فرض کن که تقاضا یکی قیمتی که روش اثر میذاره، دیگه چی رو تقاضا اثر میذاره؟ درآمد مردم. درست؟ حالا درآمد ریالی وقتی نقدینگی زیاد میشه، در واقع درآمد مردم به ریال زیاد میشه، اون خودش سبب میشه تقاضا بیشتر بشه دیگه. حالا اگر چه قیمت رفته بالا، ولی اگر که تقاضا رو باید کم کنه، ولی اگه درآمد بیشتر رفته باشه بالا، یعنی پول نقدینگی بیشتر رفته باشه بالا از قیمت، اون وقت باید تقاضا زیادتر بشه نه کمتر، علی‌رغم اینکه قیمت رفته بالا. بله تبلیغات مثلا میگن یه چیز دیگه. عوامل مختلفی هست که روی تقاضا اثر میذاره. در نتیجه وقتی ما یکیش میگی، وقتی ما برای همین میگم که علت و معلول که میگید بقیه چیزا ثابت، اگه درآمد ثابت باشه، اگه تبلیغات ثابت باشه، اگه هر چیزی که تو تقاضا اثر میذاره کیفیت جنس ثابت باشه، قیمتش بره بالا، تقاضا باید کم بشه. حالا میتونن عوامل دیگه ثابت نباشن که حالا سیستمان به همین علت پیچیده میشن که عوامل دیگه ثابت نیستن، ولی من اون وقت همه عوامل رو باید در نظر بگیرم توی مدل، باید به طور ذهنی نمیتونم حلش کنم. ببین اینجا هم دو سه تا باز لوپ دیگه هست که میگه پولاریتیشو معلوم کنید.
پولاریتی لینک و بعد پولاریتی لوپو. مثلا فرض کنید که از اون سمت چپ شروع کنیم بالا، میگه قیمت که زیاد بشه، پروفیت، سود یک کالایی که زیاد بشه، تو یه صنعتی زیاد بشه، اترکتیونس اون بازار و اون صنعت زیاد میشه، تعداد شرکت هایی که اون تعداد رقبا تو اونجا زیاد میشه، بعد قیمت رو کم میکنه، سود رو کم میکنه. یعنی این یه مکانیزمیه که نمیذاره توی صنعتی یه دفعه خیلی فاصله بگیره از نظر سودآوری از بقیه صنایع، مگر یه محدودیت هایی نتونه جلو رشد بقیه صنایع رو بگیره. میگه که اگر سود یه چیزی، اگر قیمت زیاد بشه، پروفیتابیلیتی، سود زیاد میشه، سود که زیاد شد جذابیت اون صنعت زیاد میشه، جذابیت صنعت که زیاد شد تعداد رقبایی که دارن میان تو اون صنعت کار کنن زیاد میشه، تعداد رقبا که زیاد شد قیمت میاره پایین. مثلا یه وقت فرش ماشینی که آمده بود اول قیمتش چطوری بود؟ سودآوریش زیاد بود، سودآوری که زیاد شد خیلی رفتن فرش ماشینی زدن، فرش ماشینی که زدن قیمتش آمد چی؟ پایین، سودآوریش رو کم کرد، بعضیا ورشکست شدن. یعنی این مکانیزم فیدبک اینطوری کار میکنه. یا از این طرف وقتی که مثلا از اینجا وقتی قیمت زیاد میشه یا قیمت کم میشه، رو مارکت شیر اثر میذاره، مارکت شیر روی سهم بازار، روی تولید تجمعی کامیونیتیو پروداکشن تاثیر میذاره، اون یونیت کاست رو پرایس. این کمی بحثش چیزتره، بحثش یه عناصری توش داره که یه ذره مثلا اکسپریانس کرو و اینا رو باید بلد باشید بحث کنیم. بذار یه مثال ساده تری بزنم. مثلا ببین، اگر که یه بانکی دچار دردسر بشه این پایین، اگر که مردم حس کنن که perceive solvency of bank، یعنی اگر نگاه کنن که این بانک داره چیز میشه، خلاصه منهدم میشه، از بین میره، یعنی پول نداره، پولاشون ممکنه ورشکست بشه. net withdrawals، هر چقدر این انتظار بیشتر باشه، مردم پولشون رو بیشتر از بانک چیکار میکنن؟ خارج میکنن. پولشون که از بانک بیشتر کردن، کش ریزرو بانک کمتر میشه. وقتی کمتر شد، اون وقت بیشتر مردم حس میکنن پول نداره بده، پس بیشتر فشار میارن پولشون رو بردارن. یعنی یه بحران بانکی به وجود میاد. یعنی اگه مردم الان حس کنن که فرض کن فلان بانک داره پولشون رو دیگه نداره پول بده، از بین میره، هر کس اونجا حساب داره میخواد بره پولش رو بگیره. وقتی پولش رو گرفت، بانک یا صف تشکیل میشه یا میگه ندارم الان بدم. وقتی میگه ندارم الان بدم، مردم بیشتر فشار میارن که پولشون رو بگیرن و این خودش اونو تشدید میکنه. به هر حال، یا مثلا فرض کنید این یکی نگاه کنید، این میگه که اگر environmental quality مثلا environmental quality فرض کن هوای تهران یا کیفیت environment، چه حالا هوا آلودگی هوا باشه، چه آلودگی چیز دیگه باشه، مثلا ریزگردا و اینا باشه، یا مال سوخت باشه. وقتی این آلودگی هوا وقتی که به اصطلاح کم میشه، وقتی که آلودگی هوا زیاد میشه یا کیفیت محیط کم میشه، وقتی کیفیت محیط کم شد، فشار برای اینکه محیط رو تمیز کنیم چی میشه؟ وقتی کیفیت هوا بد شد، فشار برای تمیز کردن هوا زیاد میشه. فشار که زیاد شد، کلین اپ افورت، این که ما تلاش کنیم تمیز کنیم، زیاد میشه که ممکنه کیفیت هوا رو اصلاح کنه، وگرنه همه خفه میشن. این تو شهرهای مختلف اتفاق افتاده. یه وقت میگن لندن خیلی بدتر بود از اینکه تهران الان هست. ولی وقتی که کیفیت محیط، کیفیت environment خراب میشه، فشار برای اینکه آقا این محیط رو درست کنیم، اینطوری نمیشه زندگی کرد، آسیب میبینیم، این فشارها میره بالا، افورتای شروع میشه
که محیط رو اصلاح کنه. منتها تو این لوپ کار میکنه، ولی لوپای شبیه این ممکنه تأخیر توشون چی باشه؟ خیلی زیاد باشه. بستگی به کیفیت کارکرد مکانیزما توی جامعه هست، از نظر اجتماعی، سیاسی، تکنیکی. یعنی ممکنه کیفیت خیلی زیاد بشه، بد بشه، این فشارها شروع کنه بالا رفتن. حالا این فشار اجتماعی که بالا میره که درست کنید، چقدر میشه این نارضایتی از کیفیت ابراز بشه، چقدر میشه این نارضایتی از کیفیت صداش بلند بشه، شنیده بشه. این بسته ممکنه طول بکشه، یه جا زودتر یه جا دیرتر. بعد وقتی که این فشارها رفت بالا، چقدر سیستم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جواب میده به این فشارها یا حساس نسبت به این فشارها. هر چقدر حساستر باشه زودتر جواب میده، هر چقدر بیخیالتر باشه دیرتر جواب میده. حالا اگر هم خواست جواب بده، افورتش رو زیاد کرد، چقدر طول میکشه تا محیط چی بشه؟ اصلاح بشه. ممکنه 20-30 سال این لوپه طول بکشه تا جواب بده. در نتیجه بعضی از این لوپ‌ها خیلی طولانی دور خودشون رو تکمیل میکنن، اگرچه وجود دارن. بله. قیمت چی بشه؟ آره. آره ببین، حالا ذهنتون رو باید منظم کنی. قیمت که بیاد پایین، گفتیم بقیه چیزا دیگه چی؟ ثابت. حالا شما اگر اون یکی بخوای اضافه کنی، داری یه مکانیزم دیگه اضافه میکنی. درست؟ کدوم؟ اون که سود هست. و ببین خیلی خوب، بذار سود زیاد بشه، اترکتیونس اون بالا میره، پس مثبته. اون اترکتیونس که زیاد شد، تعداد شرکت هایی که میان توی اون کار بالا میره، پس اونم مثبته. تعداد شرکت هایی که زیاد شد، قیمت چی میشه؟ یه منفی داریم. حالا قیمت که کم شد، سود چی میشه؟ کم میشه. رابطه بین قیمت و سود مثبت یا منفیه؟ ببین قیمت کم شد، سودم کم شد، چون هر دو در یه جهت حرکت کردن، مثبت رابطهشون، ولی کل لوپ منفیه. بله. همیشه میشه با این قطعیت رو به این مسائل صحبت کرد، مثلا کم میشه، این زیاد میشه، تو محیط‌های مختلف ممکنه متفاوت باشه. حالا تو اون محیطی و کانتکستی که ما داریم کار میکنیم راجعش فکر کنیم. بازار آزاد حساب میشه که بله. آره اگه بازارم غیر آزاد باشه، ببین لاجیک و منطق این اثر علی رو باید بتونی توضیح بدی. ممکنه توی بازار دیگه عوامل دیگه‌ای باشن در کنار این. یعنی شما به نظر من یه نکته‌ای که تو این کازال لوپا و رکشیدن اینا باید دقت کنید اینه که اون مسئله‌ای که همه چیز دیگه ثابت، فقط این لینک رو در نظر بگیرید، اون خیلی مهمه. چون ممکنه ذهن شما فوراً فرار کنه از این فرض، فکر کنه همه چیز دیگه ثابت نیست. مثل ایشون کلام گفت که قیمت که کم بشه فروش زیاد میشه، ممکنه سود بیشتر بشه. یعنی ذهنشون رفت که یادش رفت که همه چیز دیگه ثابته، فقط قیمت و اینه. یعنی اینو باید تو ذهنتون فیکس کنید که این فرض همیشه جاریه. درسته؟ منتها آیا این فرض محدود میکنه تحلیل شما رو؟ نه. برای اینکه میگید خیلی من اگه این فرض رو بخوام آزاد کنم، چه چیز دیگه ای هست که ممکنه بیاد به میدان و رو این اثر بذاره؟ اونجا میگفتید میزان فروش. بله. آره ببین، شما اگر که شما وقتی اولا اینکه میتونید روی اینا یه مقدار عدم قطعیت رو وارد کنید، یعنی یه مثلا نویزی وارد کنید یا یه رندومنسی وارد کنید تو خود همین لینک ها. خب ولی
یه جواب کلی‌تری و چیزتری هست که اصلا روی فلسفه این متد هست. اون اینه که شما در اون حدی که عقلتون میرسه یا عقلمون میرسه میتونیم تحلیل کنیم و بفهمیم. اگر بگیم خب از کجا مطمئنیم که این چیزی که ما داریم فکر میکنیم درسته، میگم خب اونی که مطمئن تری بذار. چاره دیگه داری؟ چاره دیگه داری برای اینکه دنیا رو بفهمی؟ میگید هنوز مطمئن نیستم. میگم اگه مطمئن نیستی سناریوهای مختلفی که حدس میزنی بذار، ولی بالاخره با گذشت زمان ما باید به تحلیل برسیم، تصمیم بگیریم دیگه. ببین در دنیای بیرون زمان که متوقف نمیشه تا ما اطمینان کامل پیدا کنیم و تصمیم بگیریم. زمانه داره میگذره. آره قبول. حالا راجع به اون درصد یعنی اطمینانمون نسبت به سیستم اصلا یه بحثی داریم رو ولیدیشن که اونو بحث میکنیم. ولی کلی‌ترش اینه که ما باید متکی بشیم به سیستمی که بهتر از اون نداریم، اگرچه اون ممکنه کامل نباشه. کما اینکه اگر هیچ کدوم از این کارا رو نکنیم متکی به ذهنمونیم برای تصمیم گیری که ذهنمون حتما ضعیفتر از اینه که اگر این کارا رو روش بکنیم. یعنی این چند قدم ما رو میبره جلو، ولی به اطمینان کاملش وقت نمیتونیم برسیم. هیچ کس نمیتونه برسه. شما ممکنه رفتار پیچیده تری داشته باشه. حالا بهش میرسیم. پله پله بریم جلو. فعلا این قسمت رو چی کنیم؟ این که یه لوپ مثبت چیه، لوپ منفی چیه، رابطه بین دو تا عامل چیه، با چه فرضیاتی این رابطه رو میگیم مثبت یا منفی که میگیم همه چیز دیگه ثابت. بعد چون دنیا پیچیده تر از اینه ما هم اون پیچیدگی رو در نظر میگیریم. بذار جلو بریم یه ذره. خب عرض شود که ببین این گین لوپ یه بحثی هست که دقیق تر راجع به مثبت یا منفی بودنش. من میذارم بعداً براتون میگم گین لوپو. بفرمایید. در مورد خب یعنی اون لوپ منفیه، یعنی اینکه اگر محیط بخواد تخریب بشه یا آلوده بشه یه مکانیزمایی حداقل هست مثل این مکانیزم که میخواد اون آلودگی رو کم کنه. بهتر شدنش رو بگیره. بله این هم هست. آره ببین شما الان دارید راجع به مکانیزم دیگری صحبت میکنید. ما داریم راجع به یه مکانیزم اجتماعی صحبت میکنیم که وقتی یه جامعه‌ای محیط دور و برش، محیط زندگیش خراب شد، یه فشاری تو شکل میگیره که محیط رو درست کنه برای اینکه جای زندگی باشه. این مکانیزم رو قبول داریم. ولی آیا این تنها مکانیزمه که فعاله؟ نه. تو هیچ کدوم از اینا تنها مکانیزم نیست که فعاله. ما فعلا ببین ما داریم الان متمرکز میشیم که لوپ مثبت و منفی رو توضیح بدیم، ولی به در نتیجه یه لوپ رو داریم انتخاب میکنیم و شرح میدیم. ولی تو دنیای پیچیده چندین لوپ با هم کار میکنن. الان یه دقیقه جلوتر برم تو اسلایدهای بعدی این لوپ های پیچیده هست. ببین این یه مثالیه که شما اونجا راجع به بحث کردید راجع به فروش و اینا. مثلا قیمت اگر زیاد بشه رونیو کم میشه یا زیاد میشه؟ اگر بگید که نمیدونم کم میشه یا زیاد میشه، برای اینکه ممکنه قیمت زیاد بشه فروش کم بشه، اینقدر کم بشه که رونیو رو کم کنه. ممکنه قیمت زیاد بشه فروش کم بشه ولی اینقدر کم نشه که رونیو رو کم کنه. در نتیجه اون سمت چپ علامت اپام گذاشته. سوال اگر با یه همچین حالتی مواجه شدید این معنیش اینه که
ممکنه این بیشتر از یه لینک یا یه ارتباط این دوتا رو به هم وصل میکنه. اون وقت درستش میکنه، میگه قیمت اگر زیاد بشه بقیه چیزا ثابت، رونیو رو زیاد میکنه، درآمد رو زیاد میکنه. من اگر قیمت یه کالای زیاد بشه، فروش همه چیزهای دیگه مثل فروشش، مقدار فروش ثابت باشه، اون قیمت درآمد رو زیاد میکنه. ولی اگر قیمت زیاد بشه، از یه طرف دیگه فروش رو کم میکنه، چون تعداد افراد کمتری قادرن اون قیمت رو بپردازن. و اگر فروش کم شد، رونیو هم کم میشه. یعنی فروش اگر آمد پایین، رونیو هم میاد پایین. در نتیجه اگر اینو بکشید دیگه اون ابهام لینک برطرف میشه. اونجا من میگفتم قیمت زیاد بشه، نمیدونم که درآمد کم یا زیاد میشه. این ابهامی که وجود داره شاید 2-3 تا لینک تو اون وجود داره. اینا رو که مثلا تفکیک کنم، اون وقت ممکن این روشن میکنه دیگه لینکه. میگم اگه قیمت زیاد بشه بقیه چیزا ثابت، حتما رونیو زیاد میشه. اگر قیمت زیاد بشه سیلز کم میشه، سیلز اگه کم بشه، فروش اگه کم بشه، رونیو هم کم بشه. اینم بقیه چیزای دیگه ثابت. اگه مقداری که میفروشم کم بشه، درآمد کم میشه اگر بقیه چیزای دیگه ثابت باشه. پس اینم رفع ابهام میکنید. اگر که یه لینکی ابهام داره، شما میتونید که اون رفع ابهام رو انجام بدید. بذارید برم حالا یه لوپ دیگری رو نشون بدیم. اینجا وقتیه که چندین لوپ با هم کار میکنه، مثل دنیای واقع. مدلایی که ما میسازیم، هایپوتزیس هایی که میسازیم، خیلی کم اتفاق میفته فقط یه لوپ فعال باشه و بقیه چیزا ثابت. اینجا عرض شود که میتونید تعداد لوپ هم هر کدومشون هم یه اسمی براش بذارید. مثلا در اینجا ببینیم داستانش چیه. فرض کنید که از اون بالا شروع کنیم. از این چیزا نداریم، لیزر پوینت ها باید بیارم از این بعد دیگه اونو با خودم. داری شما آقای اسم ببین اون اسکیجول پرشر، شما فرض کنید که فشار کار، فشار یعنی از نظر زمانی یه کاری رو باید تموم کنید، یه فشاری پشت سرتون هست. ببخشید مرسی. فرض کنید که یه فشاری پشت سرتون، این اسکیجول پرشر، این سبب میشه که اضافه کاری کنید. با اضافه کار کردن قاعدتاً باید کامپلیشن ریت، یعنی چون اضافه دارید زمان میذارید، بقیه چیزای دیگه ثابت، نرخ تکمیل کارتون زیاد میشه. نرخ تکمیل کارتون که زیاد شد، کارهایی که باقی میمونه کم میشه. کارهایی که باقی مونده کم شد، فشار چی میشه؟ کم میشه. یعنی یه لوپیه که اگر فشار کار زیاد بود، کارهای باقی مانده زیاد بود، شما اضافه کار کنید که کارهای باقی مانده رو جارو کنید، فشار رو کم کنید. اسمش رو گذاشته میدنایت اویل، یعنی مثلا شبا هم کار کنید، صبح مصرف کنید. این میشه بالانسینگ لوپ. مطالعه آیا دیگه چه اتفاقی میفته؟ وقتی اوورتایم زیاد کار کنید، فتیگ ایجاد میشه، خستگی ایجاد میشه اگر که ادامه پیدا کنه. وقتی خستگی ایجاد شد، پروداکتیویتیتون چی میشه؟ کم میشه. وقتی اضافه کار میکنید، کامپلیشن ریتتون رو کم میکنه. پروداکتیویتی کم شد، اینم کم میشه. مثل اینکه مثلا دارید زیادی درس میخونید، خسته‌اید، راندمان ندارید به اندازه وقتی که تازه نفس و فرشید. خب پس کامپلیشن ریتتون کم میشه، یعنی اوورتایم فتیگ رو زیاد میکنه. فتیگ پروداکتیویتی رو کم میکنه. وقتی پروداکتیویتی کم شد، این کامپلیشن ریت هم کم میشه. برای اینه که این علامت این لینک مثبته. این در وقتی کم میشه، اینم در همین جهت حرکت میکنه. اسم این وقتی یه لوپ جدیدی ایجاد میشه، این لوپ هست. ببین این لوپی که اینجا آمده، این لوپ که این اسمش گذاشته برنات، یعنی آدم چی میشه؟ ها؟ آره، از خستگی برنات میشه، یعنی میسوزه وقتی که چیز میشه. پس بنابراین اینم یه لوپ فعالیه. وگرنه همه میتونن با اضافه کاری 24 ساعت کار کنن، کارا عقب انداز، 2 شب 24 ساعت کار کنه دیگه، شب سوم اصلا کار ازش نمیاد.
حالا اسکیجول پرشر یه تایم پر تاسک رو کم میکنه، یعنی سعی میکنی زود چیزش کنی، تمومش کنی، درسته؟ چون سرعت میخوای داشته باشی، برای هر تاسکی رو سریعتر تموم کنی. وقتی تاسک رو بخوای سریعتر تموم کنی، اگه تایم پر تاسک کم بشه، میزان تاسکی که انجام میدید چی میشه؟ زیاد میشه دیگه. یعنی اگر ببین زمانی که میذارید یک کار رو انجام بدید، یک قطعه کار رو انجام بدید کم بشه، تعداد کارهایی که میتونید انجام بدید در واحد زمان زیاد میشه. پس اگر تایم پر تاسک کم بشه، پروداکتیویتی زیاد میشه. اینا اسمش رو گذاشته کورنر کاتینگ، یعنی اینکه من سریع چیزش کنم بره جلو. منتها وقتی که تایم پر تاسک کم میشه، ارور چی میشه؟ زیاد میشه، اشتباه زیاد میشه. مثلا برنامه نویسی فرض میخواید بکنید، میخواید تون برنامه رو بنویسید، وقتی می‌نویسید ارور توش زیاد میشه. ارور که زیاد شد، اون وقت با یه دیلی بعد پروداکتیویتی رو چیکار کنه؟ کم میکنه. چرا به دیلی؟ چون بعداً میفهمید که خرابکاری شده، دوباره باید انجامش بدید. درسته؟ حالا ببین این وقتی که چند تا لوپ هست، این وقتی که اینم وقتی که هیست عجله میکس ویست، یعنی عجله ویست ایجاد میکنه. ببین هر کدوم از این لوپ ها رو میشه حتی یه اسمی براش گذاشت، اسمایی که بعضی وقتا از ضرب المثل یا از چیزا در میاد. این یکی مثلا میگه که عجله ویست ایجاد میکنه، میخوای تون کار انجام بدی، اشتباه میکنی، در نتیجه مثل که ویست کردی وقت تو، باید دوباره انجام بدی. این یکی کورنر کاتینگ، یعنی میخوای چیزش گوشهاشو بزنی و زود رد کنی بره. این برنات خودتو میسوزونی، اینم نیمه شبا کار میکنی. بنابراین این لوپ ها هر کدومشون اون وقت میدونی که یه پدیده عقب افتادگی و فشار کار چند تا لوپ رو با هم به جریان میندازه که ما راجع به یکی از این لوپ هاش الان صحبت کردیم. ولی وقتی پدیده پیچیده میشه، لوپ های متعدد کنار هم قرار میگیرن. شما این فصل 5 رو که بخونید خوب این چیزها رو براتون توضیح میده که چطوریه. یه نکته دیگه که توی این لوپ ها وجود داره بحث دیلیه که من اگر اینجا ونسیم داریم رو اینجا نداریم، یه وقت دفعه بعد براتون اینو درست بازش میکنم که چطوری میشه. مثلا فرض کنید که توی این کازال لینک ها که دفعه قبلش هم براتون توضیح دادم، این کازال لینک ها توشون بعضی وقتا دیلی وجود داره. مثلا وقتی اونجا نوشتم پرایس، قیمت عرضه رو زیاد میکنه، اینجا که قیمت عرضه رو زیاد میکنه، آیا امکان داره که قیمت تا زیاد شد عرضه هم زیاد بشه؟ ببین اگر ظرفیت خالی وجود داشته باشه، باز باید اینا مواد سفارش بدن و ظرفیت رو به کار بگیرن، عرضه زیاد بشه. یک کمی ممکنه 2 ماه طول بکشه. اگر ظرفیت نداشته باشن، بخواد ظرفیت سازی کنن، اون وقت باید کارخونه رو بزنن تا عرضه رو زیاد کنن. نمیشه یه دفعه عرضه رو زیاد کرد. یه وقت هست که قیمت که زیاد میشه، ممکنه از انبار عرضه رو زیاد کنن، ممکنه با افزایش تولید و استفاده از ظرفیت موجود عرضه رو زیاد کنن، ممکنه بخوان ظرفیت سازی کنن. خب دیلی اینا فرق میکنه با هم دیگه. در نتیجه بعضی از این لینک هایی که ما یا اونجایی که ما میگفتیم که اگر افورت زیاد بشه انوایرمنت درست میشه. خب افورت اگه بخواد زیاد بشه باید طراحی کنن که چه کار بکنن، باید سرمایه گذاری کنن که اون کار اتفاق بیفته. طول میکشه همه اینا. یا مثلا جامعه قانع بشه که باید فشار جامعه قانع کنه مسئولینو که یه کاری باید کرد. همه اینا دیلی توش هست. ولی ما بعضی وقتا برای اینکه تصویر رو از نظر مکانیزم رو به طور ساده تری تصویر کنیم، دیلی رو در نظر نمیگیریم. مثلا باز در همین کتابتون برای اینکه اینو خوب
جا بندازه، مثلا در گاسولین دیمند و اکسپندیچر تو پرایس، یعنی اگر قیمت نه از اون پیداست یا نه، ولی اگر قیمت بنزین زیاد بشه، ببین چه عکس العملایی روی از طریق چه عکس العمل‌هایی این چیز درست میشه. مثلا اینجا هزینه هایی که رو گاسولین انجام میشه، روی پولی که برای خرید بنزین میدن. فرض کن بنزین زیاد بشه قیمتش، چه اتفاقاتی میفته؟ بنزین اگه زیاد بشه، میگه این مسافرت هایی که میشه این کار کرد یا نکرد، سفر رو رفت یا نرفت، اون کم میشه. در نتیجه vehicle miles per year، وقتی که این سفرها کم، مثلا بعضیا میرن تو خیابون رو به خود میچرخن، البته اونا ممکنه قیمت بنزین روش اثری نداشته باشه، ولی بالاخره قیمت بنزین زیاد یعنی اثری نداشته باشه، چون درآمد بالاست قیمت اثری نداشته باشه، ولی اون اوریج قیمت که بالا رفت، بنزین که زیاد شد، تو همه دنیا نشون داده شده بیخودی با ماشینشون اینور اونور نمیرن. در نتیجه اون سفرها اول کم میشه، در نتیجه مایلجی که ماشین در سال میره کم میشه، تقاضا برای بنزین دیمند کم میشه، اکسپندیچرش کم میشه. منتها اگر که این قیمت بالا بره، expected short term price، بعد delay car pooling and use of existing mass transit، یعنی قیمت بالا بره دو اتفاق میفته. یکی این که کار پولینگ اتفاق میفته، یعنی میگن خب قیمت بنزین زیاده، چند نفر همسایه هستن از کرج میخوان بیان تهران، میگن هر روز هممون ماشین رو نبریم، یه روز جمع شیم با یه ماشینی بریم، روز بعد من میارم، روز بعد شما میارید. این خیلی رایجه تو کشورهای وقتی قیمت بنزین زیاد شد یواش یواش این شکل گرفت. تو تهران هم من شنیدم که این بعضی دارن این کار الان که از کرج میان میکنن توی چیز، ولی این یه عکس العمل طبیعیه که تو جامعه شکل بگیره. شما ممکنه بگی خب قیمت بنزین رفت بالا، آمریکایی‌ها که خیلی پول دارن، ولی درسته پول دارن ولی این کارو کردن، یعنی این کار پولینگ خیلی رایج شده. حتی بعضی وقتا هم یه جایی توی محله یا جایی که میبینن تو مدرسه، جایی مثلا آگهی میزنن که من توی این مسیر میرم، حاضرم که کارپولینگ بکنم که چیز بشه. یکی همین که بعد یواش یواش از وسایل عمومی استفاده میکنن. در نتیجه وقت vehicle miles per year، یعنی میزانی که ماشین سفر میکنه بر سال کم میشه، دیمند کم میشه، گاسولین اکسپندیچر کم میشه. ولی این دیلی هم این که ما قیمت که رفت بالا به فکر بیفتیم که قیمت داره میره بالا، وای میسه، بریم یه شکلی بدیم، کارپولینگ رو شکل بدیم، یه دفعه اتفاق نمیفته، این طول میکشه، ممکنه 6 ماه طول بکشه تا این وضع پیش بیاد. کاهش اونایی که کاهش سفرها با دیلی کمتری اتفاق میفته، بله دیلیش کمتره، ولی این تأخیرش زیادتره. حالا تأخیرات بیشتری وجود داره. ببینید تأخیر وجود داره یکیش مثلا که خیلی طول میکشه، اینه expected long term price، یعنی فکر کنن که در بلند مدت هم قیمت کم میشه. دو تا چیز میشه، efficiency of cars on market، یعنی محصولات و ماشینایی میسازن که مصرفش کمتر باشه. منتها این چقدر دیلی داره تا اون ماشینا بیاد به بازار؟ اقلا 5 سال، 6 سال، 7 سال طول میکشه تا ماشین جدید طراحی بشه و بیاد به بازار. و بعد اون وقت اگرم اوریجش بخواد توی چیز بشه، اگر اوریج ماشینایی که تو راه دارن میرن بخواد مصرف بنزینش کم بشه، شاید 10 سال 20 سال طول بکشه، چون قبلی‌ها هستن بعدی‌ها رو میان اضافه میکنن تا مصرف. یعنی میبینی که قیمت رفت بالا، لینک های مختلفی هست که وصل میکنه به این که پول مصرف شده رو بنزین چجوریه. حالا شما اگر که به اون بحث توجه نکنی که به اون نکته که وقتی راجع به یه لوپ صحبت میکنی، معنیش این نیست که لوپ های دیگه فعال هستند. ممکنه بگی خب اون پس چی؟ اون پس چی؟ یعنی اون چیزا تو لوپ های دیگه داره فعالیت میکنه. بنابراین وقتی که یه اتفاقی میفته، شما عکس العمل‌های وقتی یه چیزی تغییر میکنه، شما عکس العمل‌ها رو از روت‌ها و از مسیرهای مختلفی خواهی داشت. این عکس العمل‌ها بعضیاشون زودرسه، بعضیاشون با تأخیر ظاهر خواهد شد. اون چیزایی که با تأخیر ظاهر خواهد شد
بعضی وقتا گول میزنه افرادو، یعنی متوجهش نیستن که داره این اتفاق میفته. وقتی که اون اتفاق ظاهر شد میبینن که اتفاق افتاد. توجه کردی؟ حالا شما تو مسائل سیاسی هست، این مسائل اجتماعی و آموزشی هست، تو مسائل هر مسئله که دور و بر اون داره اتفاق میفته، یه تغییر از مسیرهای مختلفی معلولش رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه اون مسیرها تأخیرات مختلفی داشته باشه. ما ممکنه یکی رو مواظبت کنیم از دیگری غافل بشیم. به هر حال این مجموعه بود. من نرسیدم که یه لوپای از جامعه دور و برمون بیشتر نشون بدم. حالا شاید دفعه قبل چند تا از اون لوپا هم نشون بدم. بفرمایید. باید با شبیه سازی اون وقت اون کار رو بکنیم. با شبیه سازی. بیا جلو، پاش دادم بچه. مرسی آقای. دست شما